امروز جمعه 9 اکتبر است و در این صبح بر وقت به همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 7 صبح روز سعید رو برای شما تهنیت میگویم و امیدوارم هر جای دنیا که هستید صحت و سلامت باشید. برایتون روزگاری آسوده میخواهم. و دوستان عزیز قبل از آن که به خبرها رو بیارم با یک اعلان توجه کنید. روز 11 اکتبر رادیو آزادی در بخش مستقیم سلسله برنامه ویژه را از جریان برگزاری انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان پیشنهادتان میکند. در مجموع 3 برنامه نیم ساعتی پیشکش میگردد. برنامه یکم از ساعت 10 تا 12:30، دوم از 1 تا 1:30 و سوم از 4 تا 4:30 با وقت دوشنبه. همکاران ما از رفت آوازدهی در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان، روسیه و دیگر کشورهای دنیا گزارش خواهند داد. و اگر شما نیز بینندگان عزیز در روز این معرکه سیاسی شاهد لحظه های جالب شدید، برای ما خبر بدید و نوار و عکس بفرستید. همه شما را در برنامه منتظر خواهیم بود. و میگذارم به موضوع قرقیزستان که در سرخط خبرها قرار دارد. وضع قرقیزستان همسایه همون و ناروشن باقی میماند. بعد از لغو نتایج انتخابات پارلمانتی تلاش برای قدرت ادامه دارد و دیروز پرزیدنت قرقیزستان سورونبوی جیمبیکوف باز با یک پیامی به مردم این کشور مراجعت نموده گفت که حاضر است هم استعفایش را بررسی کند و نیز راههای حل بحران را با نیروهای سیاسی کشور در میان گذارد. پرزیدنت قرقیزستان سورونبوی جیمبیکوف میگوید او حاضر است به استعفا رود. روز 9 اکتبر جیمبیکوف در سامانه پرزیدنت قرقیزستان نوشت بعد انتخاب نهادهای اجرایی قانونی آماده است از مقام پرزیدنت جمهوری قرقیزستان به استعفا رود. او می‌افزاید من با رهبران گروه‌های سیاسی کشور راه‌های بیرون رفت از بحران کنونی را ارزیابی کردم. جیمبیکوف از روز دوشنبه از آغاز اعتراضهای مخالفین به نتیجه های انتخابات پارلمانتی 4 اکتبر در مظهر آن پیدا نشده است. روز 8 اکتبر دفتر مطبوعاتی پارلمان قرقیزستان گفت جیمبیکوف با رئیس پارلمان مکتیبک ابیلدایف امکان استعفایش را بحث کرده است. یک روز پس از انتخابات هزارها نفر به کوچه ها برآمده مقامات را با تقلب و خریدن آواز رای دهندگان متهم کردند. اعتراضگران بناهای حکومتی را اشغال کردند. سروزیر و رئیس پارلمان قرقیزستان به استعفا رفتند. راهپیمایی‌ها در شهر و ناحیه‌های این جمهوری آسیای مرکزی حالا هم دوام دارند. دیروز صدها نفر در شهرهای جنوبی اوش و قراسوئو به نشان پشتیبانی از جیمبیکوف گردهمایی برپا نمودند. در همین حال اموربک سووانالیف معاون دبیر شورای امنیت قرقیزستان که فعلا سرپرستی مقام رئیس کمیته دولتی امنیت ملی این کشور را هم بر عهده دارد گفت که مرزهای قرقیزستان را بسته امکان نمی‌دهد که منصبداران از جمهوری فرار کنند. دیروز کوشش دایر نمودن جلسه پارلمان قرقیزستان با هدف مطرح نمودن استعفای پرزیدنت این کشور به نتیجه انجام یافت. زیرا 61 وکیل ضروری برای آغاز این نشست جمع نشد. در روز دوشنبه اتوبوس دو قبطه به گردش در آمده است. با قرار شهرداری این نوی اتوبوس در خط سیر رقم 8 حرکت خواهد کرد زیرا این مسیر بیشتر از همه مسافر داشته است. پرداخت حق راهگیرا در اتوبوس‌های مذکور طریق کارت نقلیاتی به راه مانده شده است. اتوبوس‌های دو قبطه استحصال کارخانه مشترک توجیکی ترکی اکیا اوستا می باشد. خبرگزاری اوستا از بالوروی نرخ محصولات غذایی در بازارهای تاجیکستان می نویسد این هم در حالی است که مقامات برای تنظیم نرخ‌ها یارمارک‌های فروشی محصولات را تشکیل کردند. این شب و روز قیمت یک قلطه ارد 5 کیلویی تا 240 سومونی، 1 کیلو برنج وابسته به نوع آن از 11 تا 18 سومونی، کارتوشکا از 2.5 تا 3 سومونی، شکر 8 سومونی و روغن رستنی تا 15 سومونی را تشکیل می کند. نرخ پامیدور تا به 5 سومونی بلند رفته است. محصولات مکرونی را سوداگران از 7 تا 10 سومونی می فروشند. تاجران جایش نرخ را به انجام جمع‌آوری حاصل بعضی محصولات کشاورزی و گران شدن قیمت محصولات وارداتی ربط می‌دهند. ساکنان با اشاره به بیکاری و نداشتن درآمد دائمی از چنین نرخ و نوا اظهار ناراحتی می‌کنند. در نتیجه موشکباران روز پنجشنبه یکی از رمزهای قره‌باغ کوهی در شهر شوشا کلیسای غزنسیت از جیدن ضرر دیده است. گفته می شود که کلیسا 2 دفعه مورد آتش قرار گرفت. در حمله دوم 3 خبرنگار خارجی جراحت برداشتند. مقامات محلی تصدیق کردند که یکی از مجروحان خبرنگار و بلاگر روس یوری کاتیونک است که با زخم وزنین به شفاخانه انتقال یافت و او را عملیات جراحی نمودند.
در شهر خوجند نزدیک 200 نفر از ساکنان را برای نداشتن نقاب طبی و رعایت نکردن مسافه اجتماعی مجازات کردند. مقامات این ولایت میگویند با وجود کارهای فرماندهی ساکنان طلبات بهداشتی را برای جلوگیری از کرونا ویروس نو نادیده میگیرند. بنابراین دهها تن در ماه آگوست و سپتامبر جریمه بسته شدند. در تاجیکستان پوشیدن نقاب طبی در جایهای جمعیتی حتمی است و برای نپوشیدن آن از ماه ایول امسال جریمه تعیین شده است. در همین حال بنابر آمار وزارت تندرستی در 24 ساعت گذشته باز 42 حالت نوی گرفتاری با کووید 19 در تاجیکستان آشکار شده. به همین شماره عمومی بیماران به 10,097 نفر رسید. تعداد وفاتگان در چند روز اخیر بی تغییر و 78 کس گفته می شود. ظاهراً در عالم بیماری کووید 19 از نو اوج میگیرد و چاره‌های بهداشتی ضد این ویروس با تدریج به حیات معمولی مردم وارد می شود. در اندونزیا یک روی غیر عادی تشویق پوشیدن نقاب را پیدا کردند. تفصیلات را در گزارش یک جای تماشا میکنیم. شرکت هوایی گارودا اندونزیا روز پنجشنبه 1 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی نواری را نشر نمود که در آن روی بینی هواپیمای ایرباس نقاب یا خود ماسک کشیده شده است. هدف از این اقدام بزرگترین شرکت هوایی اندونزیا تشویق مردم به پوشیدن نقاب در دوره پاندمی کرونا ویروس می باشد. شرکت به کاربران شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد کرده است که خودشان هم به سبقت همراه شده عکس و نقشه نقاب برای هواپیما را فرستند. شخص پیروز یک بلیت پرواز امتیازدار و یا بیزنس کلاس به دست خواهد آورد. در اندونزیا روز 2 اکتبر 4317 حادثه گرفتاری با کرونا ویروس تصدیق شده، شماره عمومی مردم مبتلا به کرونا ویروس به 295.5 هزار نفر برابر شد. بر پایه معلومات وزارت تندرستی اندونزیا تا 2 اکتبر در این کشور 10,972 نفر از کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 به هلاکت رسیدند. این نوید بمدادی است از رادیو آزادی. هفته جوری از شروع بنیاد بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی که با پول قطر در دوشنبه ساخته شده است 11 سال می‌گذرد، ولی صحنه باز شدن مسجد چندین بار است به تأخیر می‌افتد. سخنگوی کمیته دین میگوید افتتاح مسجد با شرکت پرزیدنت تاجیکستان و امیر قطر در نظر است، ولی بنابر پاندمی کووید 19 این مراسم تا به وقت نامعین موقوف گذاشته شده است. مقامات سال گذشته گفته بودند که مسجد را در ماه اکتبر می‌گشایند، اما با سبب پای نامعلوم این کار صورت نپذیرفت. وعده دومی در ماه مارس بود ولی همچنان اجرا نگردید. در گذشته مقامات گفته بودند که سرمایه گذاری اصلی طرح قطر است که تنها برای ساختمان آن 70 میلیون دلار جدا کرد. تاجیکستان هم گفت برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار داده است. در جریان ساختمان این مسجد چند نفر مجروح شدند. نگفته نماند که فعلا در مسجدهای دیگر برای نمازگزاران در تاجیکستان بسته باقی میماند. مقامات تاجیک میگویند با هدف پیشگیری از پنجشنبه بیماری همگیر در میان کلان سالها نمیتوانند به فعالیت مساجد اجازت بدهند. اسمتالله حبیباللهیف 64 ساله معروف با لقب اسمت اولی که رحمان نبیев نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان را گروگان گرفته بود به گفته نزدیکانش در زندان کاملا نابینا شده است و همچنین نمیتواند مستقلانه حرکت کند. حبیباللهیف سال 2002 به 25 سال زندان محکوم گردید. پیوندانش میگویند طبق قانون‌های عفو او را باید سال 2016 به محبس سکونتی میگذراندند، اما تا حال در زندان شهر دوشنبه قرار دارد. فرزانه حبیباللهیف و دختر اسمتالله حبیباللهیف گفت پدرش در این باره به رهبریت زندان شهر دوشنبه مراجعت کرده است، اما پاسخی رد میگیرد. منصور جان عمرов سردار ریاست زندانی‌ها به رادیو آزادی گفت این موضوع را بررسی خواهد کرد. اسمتالله حبیباللهیف از سازمان دهندگان بی‌نظمی‌ها در ماه فوریه سال 1990 محسوب می شود. او که از رهبران حلقه‌های جنایی در دوشنبه به شمار می رفت، اما سپتامبر سال 1992 در زمان جنگ داخلی رحمان نبیев را در فرودگاه دوشنبه گروگان گرفت و مجبور به استعفا نمود. خب بینندگان عزیز، اکنون از قرب اسرار خارجی میگویم که بانک ملی تاجیکستان برای امروز 9 اکتبر چنین تعیین کرده است: $1 10 سومونی و 32 درهم است، 1 یورو برای وزن 12 سومونی و 14 درهم خرید و فروخته می شود و از روبل روسی باشد 132 سومونی و 50 درهم ارزش دارد که نسبت روز گذشته 1 سومونی و 10 درهم بیشتر است. تشکر میگویم برای شنیدن خبرها و شما رو در 3 ساعت پس با خبرهای نو منتظر خواهم بود. روز خوب داشته باشید.